چرا دوره مبتدیمون کاملترین و بهترین انتخاب موجود در کشوره؟ قبل از اینکه این مطلب رو بهتون بگم، مشاوره شوی پایین همین صفحه رو بهتون معرفی میکنم، چون که یه سری اطلاعات در مورد این شغل و زیر و بمش رو واسهتون به تصویر کشیدم و نشون دادم که هیچکی توی کشور این کارو نکرده و رایگانه. قبل از اینکه بخواید دوره بگیرید، چه از من چه از هر کسی دیگه، میتونید از این بخش به صورت رایگان استفاده کنید. اما چرا دوره مبتدیمون بهترین انتخاب موجود در کشوره؟ اولش به خاطر اینکه تکمیله، یعنی هر چیک مطلب و دوره هست توی همین یه دوره جمع شده و با خرید اون بی‌نیاز میشی از خرید دوره‌های دیگه. دوم، روش ارائهشه که سه‌بعدی داستانی یا انیمیشنی داستانیه و سخت‌ترین مطالب رو میتونیم این شکلی به شما یاد بدیم. ضمناً این روش سه‌بعدی داستانی انیمیشنی رو هیچکی تو دنیا تا حالا اجراش نکرد. سوم، به خاطر همون ارائه سه‌بعدی داستانی، مطالبی که فوق‌العاده سخت و تخصصی هستند که ارائهش سخته، تو این روش آسون میشه. پس به جای اینکه از سر و ته مطالب بزنیم، اونها رو به کامل ترین شکل ممکن بهتون ارائه میکنه. چهارم، اینکه این دوره 3000 هنرجوی موفق داشته. این یعنی اینکه به صورت عملی این دوره جواب خودش رو پس داده و تضمینی میتونی یاد بگیری. از پنجم، اینکه ما مهندس و محقق الکترونیک هستیم و اطلاعات رو با آزمایشات واقعیمون داریم استخراج میکنیم و در میاریم، نه صرفاً با کپی پیست. این مورد باعث میشه شما چند سال جلوتر باشید.